دعای چی سوزوندی رو؟ دعا اینا اعتقاد داری؟ اعتقاد دارم. بابا این دهنو میبندی یه دقیقه. اعتقاد دارم. خب مرسی. خب ما یه دعای سوزوندیم از اون روز به بعد اصلا کلا زندگی یعنی چه دعا سوزوندی؟ منظور چی؟ ما دوست دخترم خونه جدید گرفتن از این خونه ویلایی ها خب 3 طبقه. خب هیچی وسیله همونو چیدیم. بعد من یه دعا زیر فرش پیدا کردم، پرسه؟ زیر موکت همون خونه جدیدی که ویلاییه. خب اونو سوزوندیم. از اون روز به بعد آقا دوست دخترم چاقو برداشت خودشو زد، دستشو برید اومد ما رو بزنه. خلاصه یه جوری شد زندگیمون. بعد دعای مادر دختری بود مثل این که بعد می اومدم خوندنم داشت با چاقو خودشو میزد. قرآن رو دست من خونه دونه دونه بهشون بده. قرآن رو دست من گرفت پرت کرد مامان زمین. آبجی تو خونه میخواست با چاقو خودشو بزنه. کلا اصلا رفتار عوض شد. بعد به ما الکی اشتباهی گفتن سوره جن رو بخون. ما کی گفت این حرفو بهت بابا؟ چی؟ مادر دوست دخترم. خب آره گفت دعای چی؟ میگم گفت قرآن بخونه و چی دعای جن بخون. بعد تو خونه جن زده شد. رفت تو جلد دوست دخترم فکش اینجوری شده، چشم اینجوری گرفته بودمش لب دیوار، پاش رو هوا انگار یکی داره میکشتش ولی هیچی نبودم اونجا. خب بابا یه دقیقه بیرون باشید یه دقیقه. خب آره از اون شب شروع شد که ما این چیز کردیم. از اون شب شروع شد. سوختنم پاش رو هوا بود، خودش رو زمین بود، فکرش اینجوری صداش مردونه شده بود. بعد هیچی آقا رفتیم پیش دعانویس، نمیدونم دعا رو چی شد ما چیزه دنبالمون. شیشه چقدر در روز میکشیدی؟ من آره. شیشه کلا 10 بار کشیدم. گل چی؟ گل زیاد میکشیدم. گل زیاد آره میکشیدی؟ بعد اینجا بگو گوش نمیکنم اون حرف تو. بعد اینجا هم که اومدیم آقا احساس میکنم فقط پیش شما نمیتونه بیاد، اصلا تو جلد شما نمیتونه بیاد، تو جلد همه اینا میره اذیت میکنه. یه چیزایی میگه که آقا اصلا اینا از زندگی من هیچ کدوم اینا رو نمیشناسم. بعد یه چیزایی میگه آقا از زندگی ما مثلا کی بابا؟ چی؟ از زندگی تو میدونه؟ از زندگی میگه، یه حرفایی میزنه میره تو مخم. بچه‌ها یا بچهای اینجا ولی اون میره تو جلدش دیگه. اونی که دعا رو سوزوندم اینجوری شده. آره خب هیچی. بعد مامانم میخواست با چاقو خودشو بزنه آقا. بعد اصلا رفتاراشون عجیب شده بود. هر گوشی آبجیم کلا 24 گوشی هستش میگیره. بعد گریهشون نمیومد. برای من میومدم گریه کنم قطره اشکش نمیومدم. فقط اینجوری الکی گریه میشه، یه قطره اش نمیومد. یعنی خودش نبود. میگیری چی میگم؟ انگار رفته تو جلد مامان و آبجی. هیچ. ولی از روزی که اومدی الان خیلی بهتر شدی. نه حالا بهتره. آره درست.